أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الفضائل، یعنی این کتاب یک قسمی از کتاب ریاض الصالحین است که در مسئله فضائل، فضیلت های بعض عمل ها و بعض کارها و بعض عبادت ها را ذکر میکند. اولین بابی که در این کتاب میارد باب فضل قراءت القرآن هست، یعنی باب فضیلت خواندن قرآن. یک انسان قرآن بخواند چی فضیلت دارد، چی برتری دارد. در این باره امام نووی رحمه الله برامون چندین حدیث را تقدیم و پیشنهاد میکند. اولین حدیثی که میارد در این باب، در این کتاب، حدیث 990 کتاب ریاض الصالحین است. حدیث 990 میگوید عن ابی امامه رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو امامه رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگوید اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. میگه پیغمبر گفت که اقرأ القرآن، یعنی بخوانید شما قرآن را، فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا، پس هر آینه قرآن روز قیامت شفاعت میکند لاصحابه، یعنی خوانندگانش را. می آید روز قیامت قرآن شفاعت کننده از برای خوانندگانش، یعنی شما قرآن را بخوانید که قرآن خوانندگانش را در روز قیامت شفاعت میکند. لاصحابه یعنی که خوانندگان قرآن. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. و بعد از این حدیث 991 و عن النواس بن سمعان رضی الله عنه قال، یعنی که از نواس بن سمعان رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگوید یؤتی یوم القیامة بالقرآن و اهله الذین كانوا یعملون به فی الدنیا. میگد رسول الله گفت که یؤتی یوم القیامة، یعنی آورده می شود روز قیامت بالقرآن و اهله، یعنی قرآن را می آورند و اهل قرآن را می آورند. اهل قرآن کی است؟ میگه الذین كانوا یعملون به فی الدنیا. اهل قرآن کسانی هستند که عمل میکردند به قرآن در دنیا، یعنی کسانی که در این دنیا عمل کنندگانی به گفته قرآن باشند، پس اونها اهل قرآن هستند. پس اونها را میگه در روز قیامت الله سبحانه و تعالی می آوردشان یا آورده میشوند. تقدمه سورة البقره و آل عمران. تقدمه یعنی پیشا پیش اینها می آیند سوره بقره و سوره آل عمران، یعنی این دو سوره، سوره بقره با سوره آل عمران، پیشا پیش اینها سرلشکر این عمل کنندگان به قرآن شده می آیند. برای چی این دو سوره پیشا پیش می آید؟ تحاجان عن صاحبهما، یعنی دفاع میکنن این دو سوره از خوانندگانشان، یعنی که این دو سوره دفاع کننده خوانندگانشان می باشند. یا تحاجان یعنی که تجادلان، یعنی مجادله میکنن، یعنی بگیم مسائل را تنج و آرام میگردانند تا اینکه اهل قرآن خوانندگان این دو سوره داخل جنت شود. پس میشد خلاصش بگیم دفاع کننده. تحاجان دفاع میکنن، اما تحاجان در اصل به معنی تجادلانی است، یعنی مجادله میکنن، بحث و گفتگو میکنن. هر کسی که
مقابل برآمد با اونها بحث و گفتگو کرده مسئله را حل میکنند تا اینکه کسانی که از پشت این دو سوره آمده ایستاده است اونها به مشکلی داخل جنت شوند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این فضیلت این دو سوره و همچنین فضیلت خوانندگان قرآن هست. خب بعد از این حدیث 992 وعن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال، یعنی که از عثمان ابن عفان رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که خیرکم من تعلم القرآن و علمه، یعنی بهترین شما کسی است که یاد بگیرد قرآن را و یاد بدهد. یعنی هر کسی که قرآن را یاد میگیرد برای خودش و دیگرها را یاد میدهد اون بهترینتون هست، میگه گفت پیغمبر. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. بعد از این حدیث 993 وعن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، میگه پیغمبر گفت که الذي يقرأ القرآن، یعنی آن کسی که قرآن را میخواند، آن کسی که قرآن خوان هست، و هو ماهر به، در حالی که اون انسان ماهر است به قرآن خوانی، یعنی که بسیار قرآن را جدی و خوب و با تدبر و با تعظم میخواند، بسیار بزرگ دانسته و فکر کرده و عمل کننده است، بسیار ماهر است در خواندن قرآن. این انسان میگه مع سفرة الکرام البرره هست، یعنی همراه سفره هستند، همراه ملائکه های هستند که کرام البرره هست، یعنی که ملائکه های گرامی دارنده نیکوکار هستند. این انسان همراه اونها می باشد. والذی یقرأ القرآن، اما دویم طایفه، این یکم طایفه بود که همراه ملائکه های نیکوکاری گرامی می باشد. دویم والذی یقرأ القرآن، کسی که قرآن را می خواند و یتتعتع فیه، یعنی و یتتعتع فیه، یعنی که با دشواری قرآن خوانی میکند، قرآن خوانیش یتردد علیه فی قرائته، یعنی که قرائت خواندنش با دشواری است، که یک کلمه را تکرار میکنه با برعکس میگردد، خلاصه با دشواری میخواند. و هو علیه شاق، و همین قرآن بالای این انسان دشواری آوردگی است، یعنی که خواندنش قین است، میخواند یا بار کلمه را بگم درستش میکند، خلاص آهسته آهسته دقت داده با دشواری قرآن میخواند. پیغمبر گفت که له اجرانی، این انسان صاحب دو اجر است. این انسانی که به دشواری قرآن میخواند، به سختی قرآن میخواند، صاحب دو اجر میشود. برای یک اجرش برای خواندن، اجرش برای مشقتش، دو اجر میگیرد. خب اکنون این دو طایفه، طایفه اول با طایفه دیمش، کدامش افضل و بزرگ است، خوبتر است؟ طایفه اول، زنی که طایفه اول همراه ملائکه ها اونها می باشد، از این حساب طایفه اول بزرگتر است. انسان باید در خواندن قرآن ماهر باشد. این حدیث متفق علیه است. اما انسانی که با مشکلی بگه میخواند اونم فضیلت دارد، اجرش زیاد هست، اما با درجه گروه اول نمی براید. خب بعد از این حدیث 994 وعن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه قال، میگه از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجة، یعنی مثال مؤمنی که قرآن میخواند مثل اتروجه است. اتروجه یعنی تروج است. اتروجه به تاجیکی تروج است. تروج چی است؟ تروج یک میوه است که از جنس
لیمون مانندی لیمون و افلسون و با مانند همین است. خب این میوه چی صفت دارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مؤمنی خواننده قرآن رو به این تشبیه کرد، گفت مانندی تروج است. میگه ریحها طیبون، همین میوه تروج بویش خوب بوده است. ریحها طیبون، بویش خوب است. و طعمها طیبون، و مزش هم خوب می باشد. از این حساب پیغمبر صلی الله علیه وسلم با این تشبیه کردن که انسان مؤمن قرآن خوانه بویش هم خوب است و مزهش هم خوب است. این یکم طایفه. دویم طایفه و مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة. میگه پیغمبر گفت که مثال مؤمنی که قرآن نمیخواند به مثل خرما است. خرما چی وظیفه دارد و چی حالت دارد؟ میگه لا ریح لها، یعنی خرما یگان بوی ندارد. و طعمها حلو، و طعمش یعنی مزهش خوب است. یعنی که خرمایی که خوشبوی نیست اما مزهش خوب است. پس مؤمنی که قرآن نمیخواند به مثل همین خرما است، یعنی بوی خوب ندارد، بوی خوش ندارد اما مزه دارد، مزه شیرین می باشد. این دویم طایفه شد. و سوم طایفه و مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة. و مثال منافقی که قرآن میخواند به مثل ریحانه است، به مثل ریحان است. اکنون ریحان چی حالت دارد که پیغمبر منافق خواننده قرآن را به مثل ریحان است میگه ریحها طیبون، زیرا اینکه ریحانه بویش خوب است، بوی خوب دارد ریحان. و طعمها مر، اما مزهش تلخ است. یعنی پس منافقی که خواننده قرآن هست یعنی بوی خوب دارد، میبینیمش قرآن خوان است و میبینیمش همیشه در دستش قرآن است، بوی خوب دارد. و طعمها مر، اما طعمش تلخ است. یعنی که اون انسان اصلش قلبش ناپاک است، قلبی درشت و ناخوب دارد. یعنی که خواندن قرآنش به خاطر اجر و پاداش این نیست، بلکه یک مقصدی خاصی دارد. این دویم طایفه بود. سوم طایفه منافق. و چهارم طایفه که در این حدیث ذکرش میکند میگه و مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة. میگه و مثال منافقی که قرآن نمیخواند به مثل حنظل است، به مثل حنظل است. حنظل یک میوه هست که میگه لیس لها ریح، یعنی که حنظل نه بوی دارد و طعمها مر، و مزهش باشد تلخ است. پس این منافقی که قرآن رو نمیخواند به مثل همین حنظل بوده است که نه بوی داشته است و با وجود بوی نداشتنش، بوی خوش نداشتنش، مزهش هم تلخ بوده است. این حدیث متفق علیه است. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چهار حالت را بیان کرد از مسلمان ها، یا که از طایفه انسانیت که دو تاش مسلمان است و اون دو تایگش منافقی که اسلام را آشکار میکند. خب با همین این حدیث به آخر رسید که حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این حدیث 995 وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه و سلم قال. میگه از عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت است هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما. گفت هر آینه الله سبحانه و تعالی بالا میکند درجه قوم رو به سبب همین کتاب، یعنی به سبب قرآن. الله سبحانه و تعالی ارجمند و بزرگ میگرداند با سبب همین قرآن گروه را. و یضع به آخرین،
و الله سبحانه و تعالی خار و زبون میگرداند، به ارزش میگرداند به سبب همین قرآن یک گروه دیگری را، یعنی گروه را الله سبحانه و تعالی درجهش بالا میبردارد، گروه را خار و زبون میگرداند به سبب قرآن. یعنی کسی که عمل کننده از به قرآن و خواننده قرآن است درجهش بالا و ارجمند و گرامی میگردد، و کسی که قرآن را میخواند بگم میفهمد و عمل نمیکند یا قرآن نمیخواند به فرموده قرآن عمل نمیکند به سبب این الله سبحانه و تعالی خار و زبونش میگرداند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. بعد از این حدیث 996 و عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت لا حسد الا فی اثنتین، یعنی حسد درست و جایز نمی باشد مگر در دو چیز. در دو چیز حسودی کردن جایز است یا رشک کردن جایز است. اون دو چیز چی است؟ یکم رجل آتاه الله القرآن، مردی را که الله سبحانه و تعالی قرآن دادگی است، یعنی الله سبحانه و تعالی براش قرآن دادگی است. فهو یقوم به آناء اللیل و آناء النهار، پس اون انسان عمل میکند به این قرآن ساعتهای از شب و ساعتهای از روز، لحظه های شب و روز با قرآن عمل میکند. یعنی که مردی را که الله قرآن دادگی است، مقصد حکم های قرآن میداند یا قرآن حفظ میداند، هر دوشه در بر میگیرد. یعنی که انسان عمل میکند که با حکم هایی که از قرآن میداند و نماز که بخواند لذت میبرد با قرآنی را که حفظ کرده است و حفظ میداند. این یکم طایفه که با این رشک بردن جایز است که انسان رشک برد و مثل اون گردد، سعی کند، کوشش کند به درجه این برسد. و دیوم و رجل آتاه الله مالا، و مرد را که الله سبحانه و تعالی مال دادگی است، فهو ينفقه آناء اللیل و آناء النهار، پس اون انسان مالدار انفاق میکند، مالش را میدهد، مالش را لحظه های از شب و لحظه های از روز، یعنی هر لحظه پیش آمد اون لحظه صدقه میدهد. پس این انسان ده هم رشک بردن و حسد کردن جایز است که انسان رشک ببرد. پس حسد در همین دو حالت درست بوده است، یکم در انسانی که عمل کننده به قرآن هست، دوم انسانی که الله مالش داده است و صدقه زیاد میدهد. این حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 997 و عن البراء بن عازب رضی الله عنهما قال، از براء بن عازب رضی الله عنهما روایت است که گفت کان رجل یقرأ سوره الکهف، میگه بود مرد سوره کهف را میخواند، و عنده فرس مربوط بشطانین، میگه در نزدش اسب بسته شده بود با دو ریسمان، شطانین یعنی دو ریسمان، دو بند قطعی اون بسته شدگی بود. فتغشته سحابتون فجعل تدنو، فتغشته سحابتون یعنی پس پوشانید همون را، همون فرس را، سحابتون یعنی ابر، ابر اون را پوشانید، فجعل تدنو پس شروع کرد اون به نزدیک شوی، پس شروع کرد به نزدیک شوی. و جعل فرسه ینفر منها، پس شروع کرد اسبش ینفر منها پاچک زنی و گریختن را، یعنی اسبش میخواست که از پیشش بگریزد. فلما اصبح اتى النبی صلی الله علیه و سلم، پس زمانی که صبح شد اون مرد آمد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فذکر ذلك له، پس ذکر کرد این قصه را برای پیغمبر، این حالت را، دیدگی حالتش را برای پیغمبر بیان کرد. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که تلک السکینه، گفت اون سکینه و آرامش است، اون سکینه و آرامش است که
تنزلت للقرآنی، نازل شدگی است از برای قرآن یا با سبب قرآن. اون سکینه و آرامش بود، گفت به سبب قرآن نازل شدگی بود. این حدیث متفق علیه می باشد. خب اینجا در این حدیث یعنی که فضیلت خواندن قرآن را بیان میکند که در حالت قرآن خواندن حتی بگیم ملائکه نازل شدگی بود، ملائکه برای گوش کردن قرآن فرامدگی بود. فهمو؟ یعنی این فضیلت رو بیان میکند در این حدیث. خب بعد از این حدیثی 998 وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنتون، یعنی هر کسی که بخواند یک حرف از قرآن از کتاب الله، فله حسنتون، پس اون انسان صاحب یک حسنه می باشد. و الحسنه بعشر امثالها، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که حسنه یعنی ثواب برابر به 10 است، یعنی که هر یک ثواب حساب کرده می شود 10 تا ثواب. لا اقولو، یعنی پیغمبر گفت که من نمیگم که الف لام میم حرفون، یعنی الف لام میم یک دانه حرف است که الف لام میم گفتی تو 10 ثواب گرفتی، ولکن الفون حرفون، ولکن الف یک دانه حرف است، و لامون حرفون، و لام یک تا حرف است، و میمون حرفون، و میم یک حرف است. یعنی وقتی که انسان الف لام میم میگوید پس 3 حرف رو گفته است، نه اینکه یک حرف. پس برای هر یک حرفش 10 ثوابی میگیرد که به یک الف لام میم گفتن صاحب 30 ثواب میگردی. رواه الترمذی و قال حسن صحیح، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیث حسن و صحیح می باشد. بعد از این حدیث 999 وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب، میگه پیغمبر گفت که هر آینه کسی که لیس فی جوفه شیء من القرآن، یعنی که در داخل اون چیزی از قرآن نیست، یعنی که انسان قرآن خوان نیست یا قرآن حفظ کردگی نیست، هیچی از قرآن نمیداند، کالبیت الخریبی، پیغمبر گفت این انسان به مثل خانه ویران است. این انسانی که هیچی از قرآن نمیداند به مثل خانه ویران میماند. رواه الترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و قال حسن صحیح، و امام ترمذی گفته است که حدیث حسن و صحیح می باشد. بعد از این حدیث هزارم حدیث کتاب ریاض الصالحین عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما، یعنی که از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت است. عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده میگوید یقال لصاحب القرآن، یعنی گفته می شود برای حافظ قرآن، برای خواننده قرآن، کسی که حافظ قرآن است در روز قیامت برای اون گفته می شود اقرأ وارتقی، می گفته است که بخوان، اکنون قرآن در دنیا قرآن خوان بودی، بخوان اکنون قرآن رو، وارتقی، و از پله های جنت بالا بشو، یعنی قرآن را خونده پله های جنت را بالا شدن بگیر، لسنیس ها را برآمدن بگیر. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، یعنی که با ترتیل بخوان، چی طوره که بودی با ترتیل میخوندی در دنیا، یعنی قرآن را اکنون آرام، با دقت، با حضور، با تجوید و ترتیل بخوان، چی طوره که در دنیا همین عادت رو داشتی. چرا اکنون با آهسته آهسته و با ترتیل بخوان؟ میگه فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، در پله های جنت بالا شده سی، پس میگه هر آینه جایگاهی تو
در نزد آخرین آیتی هست که تو میخونیش. یعنی خونده میره آخرین آیت در جایی که رسیدی اونجا جایگاهیت هست، یعنی بالا شدن میگیری. آخرین آیت جایگاهت میباشد. یعنی چی قدر آیسته خوندی و چی قدر بالا برآمدی همون قدر درجت چی میشود؟ بالاتر میشود. این فضیلتی کی هست؟ فضیلت شخصی است که قرآن میخواند، صاحب قرآن است، حافظ قرآن است یا خواننده قرآن هست. پس این فضیلت و این برتری را صاحب میشود. رواه ابو داود و ترمذی، و این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کرده و قال حسن صحیح، و ترمذی گفته است که حدیث حسن و صحیح می باشد. این بود باب فضیلت خواندن قرآن. با همین این باب به آخر رسید. بعد از این باب الامر بتعهد القرآن و تحذیر من تعریضه للنسیان. باب در مسئله امر شدگی است با حفظ کردن و با محافظت کردن قرآن، با مواظبت کردن قرآن، با تعهد، عهد و پیمان بستن با قرآن که انسان همیشه با قرآن باشد. و تحذیر من تعریضه للنسیان، و با حذر داشتن از قرار گرفتن در معرض فراموشی، که این انسان باید در معرض، در جایگاه فراموش کردن قرآن قرار نگیرد. این باب انشاءالله درس آینده خواهیم خواند این باب را. این بود درس امروزمون. با همین این باب به آخر رسید و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.